فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دهم از آموزش سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و در این حلقه ان شاء الله یکی از دیگر قوم عرب را به شما بیان خواهیم کرد. چیزی که در حلقه های گذشته گفتیم، سید مبارکفوری، صفی الرحمن المبارکفوری عرب را به سه قسم تقسیم کرده اند: عرب البائده، عرب العاربه و عرب المستعربه. و البته در این تقسیمات همه موافق نیستند و اختلافات وجود دارد، اما مختصرا میگوییم که اسماعیل علیه السلام این فرزند ابراهیم علیه السلام بودند که همین خود اسماعیل علیه السلام را عرب شده میگویند. یعنی ابراهیم علیه السلام اصلشان از عراق هست. اصل ابراهیم علیه السلام از بلاد عراق هست، از مدینه که گفته می شود آرا در ساحل غربی نهر فرات نزدیکی شهر کوفه. بارک الله فیکم. و معلوم است که ابراهیم علیه السلام از این شهر خود که نزدیکی کوفه بود، از آرا هجرت کردند الى حران یا که حران، و از حران به فلسطین، و در همه جا دعوت به توحید می کردند. بارک الله فیکم. در یکی از این سفرشون ابراهیم علیه السلام به یکی از جابر از جبابره، به یکی از پادشاه ظالم روبرو می شوند که بعضی از علما میگن که این مصر است. به پادشاه مصر روبرو می شوند، در حالتی که ابراهیم علیه السلام با همراهشان زنشان هم داشتند که این ساره بود. و ساره یکی از بهترین زنها و یکی از زیباترین زنها بود. و این پادشاه ظالم هر یک زن زیبایی را که دید به خودش می گرفت. اما به قدرت الله سبحانه و تعالی این زن ابراهیم علیه السلام ساره را به خودش البته نمیگیرد، چرا که الله حفظ کننده این زن است. و الله سبحانه و تعالی این زن ساره را، زن ابراهیم علیه السلام را حفظ می کند و از فریب و کید این ظالم نجات می دهد. و این ظالم، پادشاه ظالم، به ساره یک هدیه می دهد که این هدیه یک کنیزه هاجر بود. و ساره باشند این کنیزک رو، هاجر رو، به شوهرشون می دهند. به شوهرشون می دهند، به ابراهیم می دهند. و
البته ابراهیم علیه السلام در سنی پیری بودند، به یک سنی بزرگسالی رسیده بودند و از ساره هیچ فرزندی نداشتند. ساره فرزند تولد نکردند تا این زمان. و ساره این کنیز را به ابراهیم هدیه میکنند به امید اینکه یگان فرزند از این زن یعنی از هاجر به ابراهیم تولد شود. و البته همین طور هم می شود که از ابراهیم علیه السلام هاجر فرزنددار می شوند و یک فرزند هم تولد می کنند که همین فرزند اسماعیل است. اسماعیل علیه السلام رسول، پدرشون ابراهیم علیه السلام هم رسول بودند و همین اسماعیل از کنیز آزاد شده زن ابراهیم ساره، کنیز ساره که آزاد شده به ابراهیم زن شده است می باشد و این زن هاجر است، یعنی مادر اسماعیل هاجر، کنیزی که زن یکم ابراهیم به ابراهیم علیه السلام هدیه کرده بود. بارک الله فیکم. زمانی که هاجر اسماعیل را تولد می کنند، چلی که ابن القیم الجوزی در زاد المعاد میگند قلبی ساره از رشک می سوخت و از همین جهت الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام را امر می کنند که هاجر را با همراهی فرزندش اسماعیل بگیرد و از شام یعنی از فلسطین، از شام به مکه بیاید و در مکه اینها را گذارد. البته ابراهیم علیه السلام زنشون هاجر را با فرزندش اسماعیل میگیرند و به مکه میآورند. در یک مکانی که هیچ کسی نیست، آب نیست، هیچ درختی نیست، گیاه نیست میگذارند و میروند. و البته بعد از بازگشت دعا میکنند که الله، من زنم و کودکم را در یک جای گذاشتم که هیچ چیزی نیست، الله خودت حفظ کن گویان دعا میکنند میروند. و هاجر علیه السلام وقتی که بعد از رفتن ابراهیم کمی می نشینند میبینند که فرزندشون اسماعیل از تشنگی رنج میبرد و به نزدیکترین بلندی بالا میشوند که این کوه صفا بود. امروزه صفای مروه که حاجی ها 7 بار دور میزنند. به صفا میروند، میبینند که آیا کسی در نزدیکی ها هست یا نیست و به مروه میروند و باز به صفا و به مروه و در 7مین بار در مروه آب جوش میزند و از زمین میبرد که این زمزم بود. بارک الله فیکم. چه خیلی که در قصه های زیاده آمده است. و بعد از این عرب های یمنی که از همین جا راه داشتند و راه تجارت داشتند و میگذشتند، از هاجر زن ابراهیم علیه السلام اجازت میگیرند که در همین جا از این آب زمزم ما هم استفاده بکنیم و در همین جا زندگی بکنیم. البته اجازت میتند و آهسته آهسته این مکه همچون یک شهر بزرگ و همچون یک مکان زندگی خوبه به وجود می آید. بارک الله فیکم. پس ابراهیم علیه السلام چندین بار به مکه بازگشتند و همه آمدن ابراهیم علیه السلام به مکه را علما وقتی که نظر به قرآن و سنت کردند 4 مراتب گفتند. بارک الله فیکم. اولینش این است که چلی که قرآن ذکر می کند ابراهیم علیه السلام در خوابشان می بینند که اسماعیل علیه السلام را ذبح می کنند. وقتی که این خواب را می بینند به مکه می آیند و این خواب خود را به فرزندشون اسماعیل قصه می کنند و اسماعیل البته راضی می شوند. البته باید دانیم که اسماعیل علیه السلام فرزند اولی ابراهیم علیه السلام هستند و اسماعیل از اسحاق بزرگ هستند و بعضی از علما اسماعیل را 13 سال بزرگتر، کلان سالتر از اسحاق گفتند.
و از فرزندان اسحاق تمام انبیا و رسولان یهود، قوم یهود به وجود آمدند. یعقوب ابن اسحاق و از یعقوب یوسف و همچنین برفتن میگیرد تا پایان. داوود، سلیمان، موسی، عیسی، هارون، زکریا، یحیی، همه اینها پیامبرانی بودند که از یعقوب و یعقوب از اسحاق و از ابراهیم بودند. تمام پیامبران یهود از اسحاق و پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم از اسماعیل که پدر همه این پیامبران ابراهیم علیه السلام هستند که برای من ابراهیم را ابوالانبیا گفته می شود. و البته این قصه را، قصه آمدن ابراهیم برای ذبح فرزندشان را، قرآن هم نقل میکند. الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرده است در سوره صافات آیه 103 تا 107 که الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما اسلم وتله للجبین وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یعنی وقتی که ابراهیم علیه السلام به اسماعیل قصه را نقل میکنند که من خواب میبینم که تو را ذبح میکنند، اسماعیل راضی میشوند که امر الله را بجا بیاورند و ابراهیم تا مکان مینا اسماعیل را میبرند و میخواهند که ذبح بکنند که الله سبحانه و تعالی میگوید که شما از اختبار و از امتحان من گذشتید و به عوض اسماعیل یک کشقار بزرگی را الله سبحانه و تعالی عوض میکند و این را ابراهیم ذبح میکند. بارک الله فیکم. و این اولین سفر بود. اما سفر دوم، اگر بگویم اولین سفر ابراهیم علیه السلام اول فرزندشان را آوردند و هاجر و اسماعیل را گذاشتند، این اولین یعنی سفرشان بود. اما بعد از گذاشتن اسماعیل، بعد از اینکه اسماعیل را آوردند و گذاشتند و رفتند، باز 4 بار دیگر آمدند که این یکمین مراتبه شد. همگی 5 بار، والله اعلم. دومی مراتبه این که وقتی که اسماعیل علیه السلام به سن بزرگسالی می رسند و از قومی همونجا بوده، از قومی که در مکه وجود داشت، یک زنی رو انتخاب میکنند، به زنی میگیرند. وقتی که ابراهیم علیه السلام می آیند به زیارت فرزندشان اسماعیل، میبینند که در خانه اسماعیل یک زنی هست. از زن سوال میکنند که اسماعیل کجا هست؟ میگن که اسماعیل وجود ندارد و این زن به نهایت از زندگی خود، مشقت‌های وزمین زندگی خود شکایت به ابراهیم علیه السلام میکنند که در نتیجه ابراهیم علیه السلام میگن که ای زن، وقتی که شوهرت اومد به وی بگو که غیر رتبک بابک، وقتی که یعنی ستون خانه‌ات رو نو بکن. وقتی که اسماعیل علیه السلام می آیند، زنشون به اسماعیل این قصه رو میگویند که یک پیرمرد آمد و به من همچنین گفت که آستانه خانه‌ات رو عوض بکن. و اسماعیل البته میفهمند که این پدرشون هستند و مقصد از این سخن تغییر دادن زن است. باید زن رو جواب بدهند. زن رو جواب میدهند. این دومین سفر ابراهیم علیه السلام. سومین سفر ابراهیم علیه السلام این چنین است که ابراهیم علیه السلام وقتی که می آیند، زن اسماعیل علیه السلام رو میبینند که این زن دومی اسماعیل علیه السلام هستند. و البته زن اسماعیل علیه السلام این دفعه زن دومشون به نهایت از حالت زندگی خود راضی میشوند و خوشنودی بیان میکنند که ابراهیم علیه السلام به این زن میگند که یثبت عتبه بابه. البته عتبه هست، یعنی در قصه اول به زن اولی اسماعیل ابراهیم گفته بودند غیر عتبه بابک، در اینجا میگن یثبت او ثبت عتبه بابک، به شوهرت بگو که آستانه درت رو نگه دار. یعنی وقتی که اسماعیل میاد این سخن رو بگو. وقتی که اسماعیل علیه السلام اومدن، زنشون این سخن رو گفتن و اسماعیل فهمیدن که پدرشون اومده اند و معنای این سخن این است که زنت رو حفظ کن، نگه بدار. این سومین آمدن
ابراهیم علیه السلام بود. و چهارمین آمدنشان به نزد اسماعیل برای زیارت اسماعیل، این که وقتی که آمدن اسماعیل علیه السلام را در حالت دریافت کردند که اسماعیل علیه السلام چاه زمزم را به ترتیب می در آوردند. و البته ابراهیم علیه السلام در این سال، یعنی سال پیریشان بود، به اسماعیل فرزندشان کمک میکنند و چاه زمزم را به ترتیب می درآورند و این چنین هر دویشان بنای خانه کعبه را بنا میکنند. خانه کعبه که امروز قبله مسلمان ها است بنا میکنند. بارک الله فیکم. و این 4 سفر ابراهیم علیه السلام به مکه بعد از گذاشتن اسماعیل علیه السلام است. و اگر به گذاشتن اسماعیل علیه السلام ما همش رو ذکر بکنیم 5 سفر است. یک بار اسماعیل علیه السلام را آوردند و گذاشتند. دومین مرتبه در حالت جوان بودن اسماعیل آمدند تا که اسماعیل را ذبح بکنند به امر الله که الله به یک قشقار بزرگ عوض کرد. سومین آمدند زن یکم اسماعیل را دیدند. چهارمین آمدند زن دوم اسماعیل را دیدند. پنجمین آمدند و خود اسماعیل علیه السلام را دیدند و با همراهی اسماعیل چاه زمزم را به ترتیب در آوردند و این چنین خانه کعبه را بنا کردند. البته باید بدانید که خانه کعبه تقریبا چندین مراتبه، تقریبا 10 یا 11 مراتبه بنا شده است. اولین باره که خانه کعبه بنا شده است این عمارت ملائکه است، یعنی ملائکه ها خانه کعبه را اولین بار بنا کردند. خیلی که همچنین روایت شده است در اخبار مکه همچنین آمده است. این چنین ابن حجر در فتح الباری مجله 13 هم ذکر میکند و بیهقی در دلائل ذکر کردند. خیلی که از رقی روایت میکند. و دومین مرتبه که خانه کعبه بنا شده است این بنای آدم علیه السلام است. یعنی اولین بار خانه کعبه را ملائکه ها، دومین مرتبه آدم علیه السلام بنا کردند. خیلی که امام بیهقی روایت میکنند و غیر امام بیهقی هم روایت کردند. و ابن اساکر از ابن عباس هم روایت میکنند. بارک الله فیکم. عموما روایت های زیاد وجود دارد که دومین مرتبه خانه کعبه را آدم علیه السلام بنا کردند و سومین مرتبه فرزندان آدم علیه السلام بنا کردند. فرزندان آدم علیه السلام بنا کردند. خیلی که از رقی و غیرشان این روایت را روایت میکنند. در سیره شامیه این چنین آمده است و ابن منذر این روایت را روایت میکنند. و چهارمین مرتبه ابراهیم و اسماعیل علیه السلام این خانه کعبه را بنا کردند. ببینید، اول ملائکه، دوم آدم، سوم فرزندان آدم، چهارم ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام با همراهی اسماعیل. این قصه که ما کمی پیش در پنجمین زیارت اسماعیل علیه السلام ابراهیم فرزندشان اسماعیل را ذکر کردیم. بارک الله فیکم. و پنجم و ششمین باره که خانه کعبه بنا شده است که این را عمارت العمالیق ثم جرهم میگویند، خیلی که شامی نقل کرده اند و ابن ابی شیبه و اسحاق ابن راهویه در مسندشان و ابن جریر و ابن ابی حاتم و بیهقی در دلائل از علی رضی الله عنه روایت کردند که میگویند در روزهای جرهم یک بار یا دو بار خانه کعبه از نو بنا کرده شد، زیرا که در این زمان بینهایت یک سیل بزرگ آمد و خانه کعبه را ویران کرده بود. بارک الله فیکم. و هفتمین مرتبه خانه کعبه را قصی ابن کلاب عمارت میکنند، یکی از بابایان پیامبر صلی الله علیه وسلم، خیلی که شامی میگویند و زبیر ابن بکار در کتاب نسب و به همین سخن امام ابو اسحاق ماوردی در احکام سلطانیه جزم کردند. و هشتمین مرتبه این خانه را قریش عمارت کرده است در زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 35 ساله بودند و خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم به بنای خانه کعبه مشارکت کردند. بارک الله فیکم. نهمین مرتبه که خانه کعبه
از نو ساخته می شود به این عماره عبدالله ابن زبیر است. چلی که امام بخاری و مسلم روایت می کنند عبدالله ابن زبیر خانه کعبه را می کوچانند تا پیدیوار پایانش، تا آخرین پیدیوارش، و بعد از این گشته خانه را بنا می کنند و بعضی از تغییرات را به جا می آورند و به خانه کعبه دو در می گذارند، یک در از این طرف و یک طرف دیگر از در از آن طرف که مردم از اینش درآیند و از ورش برند، که این آرزوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و چخیلی که حدیثی صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عایشه رضی الله عنها میگویند لولا قومک حدثاء اهل بالجهاله، ای عایشه رضی الله عنها اگر قوم تو نو به اسلام در آمده نمی بودند، از عهد جاهلیت نو بیرون شده نمی بودند، من خانه کعبه را می کوچانیدم و از گشته بنا می کردم و دو در می گذاشتم که از یک درش درآیند مردم و از دیگرش برند. و همین آرزوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را عبدالله ابن زبیر به جا می آورند. بارک الله فیکم. و بعد از این که عبدالله ابن زبیر وفات می کنند، خانه کعبه باز عوض کرده می شود، کوچانیده می شود و مثلی زمان رسول الله کرده می شود. عبدالله ابن زبیر دو در کرده بودند، کوچانیده یک در کرده می شود. و این چنین در زمان حضرت مالک ابن انس خلیفه همان وقت می خواهد که این خانه را یک بار دیگر خانه کعبه را کوچاند و مثلی حضرت عبدالله ابن زبیر دو در شاید که مالک ابن انس رحمه الله امام مالک میگویند که بهترش این خانه کعبه را به حالت خودش گذار که مردم هر کسی که بعد از تو آمدند، هر یک امیری که آمد نشود که کوچاند و اینش یک نو کند و اینش دو نو کند و همون خانه کعبه تا حاضر مانده است. بارک الله فیکم. پس این بود قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و قصه حضرت اسماعیل باباهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و البته مقام ابراهیم هم یک چیزی که باید گفته شود. این مقام ابراهیم این یک سنگ است که ابراهیم علیه السلام بر بالای این سنگ می ایستادند و خانه کعبه را بنا می کردند. یعنی وقتی که خانه کعبه بلند شد و قد ابراهیم علیه السلام به اون بلندی نرسید، بعد زیر پایشان یک سنگ می گذاشتند و بالای سنگ می برآمدند و ذکر می کردند. و از همین جهت دو قدم رسول الله ابراهیم خلیل الله بر بالای این سنگ نقش بسته است که تا امروز وجود دارد. پس این چنین بعضی از انسان ها قصه دیگر را میگویند، گویا که ساره میگوید وقتی که تو به نزد زنت هاجر رفتی قسم میخور که از شتور به زمین نمیفرایی و به خاطر همین قسم را نشکستند و بالای سنگ و غیر ذلک. پس این بود قصه آمدن اسماعیل علیه السلام به مکه و قصه پدرشان ابراهیم علیه السلام. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و محمد صلی الله علیه وسلم از فرزندان اسماعیل هستند و اسماعیل از ابراهیم و ابراهیم از عراق و از عراق به فلسطین و از فلسطین زنشان هاجر را به مکه گذاشتند. با همین حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده ان شاء الله به موضوع دیگر داخل خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.